یه چهره جدید اومده ولی فکر کنم برای شماها نیومد. اینو بذارید دیگه حداقل بدونید. سلام علیکم. خوش اومدید. از خودت بگو پژمان جان. من پژمان هستم، 41 سالمه، از آلانیا اومدم. آقا باش دیگه متولد چند میشی؟ 62. 6 سال اشکالی داره به نظرت؟ نه اصلا سن که یه عدده. سن یه عدد. بچه‌ها دیگه بیشتر ازش پذیرایی کنید دیگه، سفارش شده است. به هر حال خوشتیپه دیگه آقا، نمیتونه بشه برادری نمیتونم نگاه کنم. ما چیکاره بودیم من نفهمیدم کادر درمانشو متوجه. من پزشک هستم. من همین الان دچار تمام عوارض قلبی مغزی همه چی شدم. نیاز به درمان مورد آسیمی کار رو کنم وگرنه شرکت میکردم تو مسابقه. و اینکه آقای پژمان خان میتونن از بین خانم ها چه کاپل چه سینگل 2 نفر رو انتخاب بکنن. بعدم خواستی انتخاب کنی من میرم اونور. من اونجا. یعنی فکر نکن فقط این.